اگه شما تو فضای کوچیک زندگی میکنید به این معنی نیست که نمیتونید سگ داشته باشید. همیشه گفته شده که سگا به ورزش زیادی نیاز دارن و کلی جنب و جوش میکنن، ولی خب همیشه اینجوری نیست. نژادهای خاصی هم هستن که فضای بزرگی نخوان و بتونن توی آپارتمان زندگی کنن. معمولا این سگا باید ویژگی‌هایی که میگم داشته باشن، یعنی زیاد سر و صدا نکنن، ریزش موشون کم باشه، نیاز به ورزش زیادی نداشته باشن که خیلی مهمه. همینطور اگه آموزش پذیری بالایی هم اگه داشته باشن که دیگه عالی میشه. یو واتساپ، چطورید بچه‌ها؟ اینجا کانال پاپیلونه و خوش اومدید به این ویدیو. من محمد هستم و امروز یه لیست 10 تایی از بهترین نژادهای سگ آپارتمان آماده کردم. یه تصور غلطی که خیلی‌ها دارن اینه که فکر میکنن اکثرا سگایی که مناسب آپارتمانن باید جزو نژادهای کوچیک باشن، ولی خب این اشتباهه. نژادهای بزرگی هم هستن که بشه تو فضای کوچیک آپارتمان نگهداری کرد. اگه شما نژادهای مناسب آپارتمان میخواید و یا کلا دنبال سگی با این خصیصه‌ها میگردید، پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو تا انتها ببینید. شماره 10 کاتندتلر. شاید تا به حال دیده باشیدشون ولی اسمشون رو نمیدونستید. خدای اسمش خیلی هم سخته. جدا از این که اندازه جمع و جوری دارن، کت اونا جوریه که مدیریتش آسونه، یعنی اونقدر زیاد ریزش ندارن و هفته 2-3 بار شونه کشیدن براشون کافیه. همچنین یه پیاده روی نیم ساعت یه ساعته نیاز ورزشیشون رو تامین میکنه و تناسب اندامشون هم حفظ کنه. این نژاد با سایر حیوانات خونگی به خوبی کنار میاد و باهاشون دوست میشه. زمانی که میخواید از خونه خارج بشید، این سگا با اشتیاق همراهیتون میکنن. شماره 9 مالتیز. توی این شماره سگی رو داریم که واقعا از نظر ظاهر شبیه قبلیه. مالتیز سگ آپارتمانی محبوبی هستش و اهل دریای مدیترانه است. کت ابریشمی زیبایی داره. اونا هم میتونن تو محیطای کوچیک و متوسط و هم خونه‌های با حیاط بزرگ زندگی کنن. اگه اهل ورزش هستید، اونا شما رو با خوشحالی همراهی میکنن. با این حال بعضی وقتا کمی لجباز میشن. بنابراین تو جلسه‌های آموزشیتون از پاداش غذا و زمان بازی زیاد استفاده کنید که زمان آموزش رو کوتاه ولی مؤثرتر میکنه. از اونجایی که این سگا رو برای همراهی انسان تربیت میکنن، تو زمانایی که تنها میشن از اضطراب و جدایی رنج میبرن. این به این معنیه که نژاد مالتیز برای صاحبینی که بیشتر وقت خودشون رو توی خونه سپری میکنن مناسبتر هستن. شماره 8 شیتزو. نژاد شیتزو یکی از معروف‌ترین نژادهای سگ عروسکی یا همون تویزه. اونا سگای سلطنتی و از چین ریشه میگیرن. به خاطر خلق و خوی بامزه و جثه کوچیکشون با هر نوع حیوان و محیط زندگی سازگار میشن. شیتزوها در کنار پر انرژی بودن، از استراحت در بغل صاحبشون هم لذت میبرن. شاید یه مقدار نگهداری از پوشش خاص اونا سخت باشه، ولی مطمئناً ارزششو داره که تو خونتون از این سگ نگهداری کنید. 7 کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل. بچه اگه یادتون باشه، آریوک اوکسر هم یه دونه سگ به نام موکا دقیقاً از همین نژاد چارلز اسپانیل داشت. یادش بخیر، خیلی باحال بود. بگذاریم. چارلز اسپانیل گزینه خیلی خوبی برای آدمایی که تو جاهای کوچیک زندگی میکنن. اگه شما با این سگا زندگی کرده باشید، به مرور زمان متوجه این میشید که این سگا خیلی دوست دارن که شکمشون رو براشون ماساژ بدید. نمیدونم چرا این نژاد کلا عاشق مالشه. چیزی برش کن. یادتون باشه که اونا سگای حساسی هستن و مهمه که از تنبیه‌های سخت توی آموزشاتون اصلا استفاده نکنید. توی بهترین حالت یه پیاده روی کوتاه روزانه برای آزاد کردن انرژیشون کافیه. شماره 6 باسیان تری. تا اینجا سگای با پوشش بلند داشتیم و راجع بهشون حرف زدیم. بیاید این بار در مورد نژادهای با کت کوتاه صحبت کنیم. به طور کلی اگه بخوام نگاه کنیم، این سگ هم مطیعه و هم میتونه یه بمب انرژی باشه. پس پیاده روی سریع روزانه براشون ضروریه تا سالم و شاد بمونن. تنوع اعصاب بازی هم برای این نژاد خیلی مهمه تا ذهنشون مدام مشغول باشه. تا زمانی که نیازهای ورزشیشون تأمین بشه، توی خونه آروم هستن. اونا همچنین با بچه‌ها و سایر اعضای خانواده هم به خوبی کنار میان، ولی همیشه حواستون به رفتاراش باشه و نذارید تنها بمونن. 5 باسنجی. اگه اولویت شما برای داشتن یه سگ کم سر و صدا بودنشه، تبریک میگم. این نژاد گزینه بسیار خوبیه، مخصوصا اگه شما همسایه‌های حساس و نزدیک به خودتون دارید. گفته میشه که اونا اهل آفریقا هستن. جدا از سر و صدای کمی که دارن، خودشون رو تیمار میکنن که نگهداریشون رو خیلی آسون میکنه. باسنجی سگ کنجکاویه، به خاطر همین امکان داره برای گشت و گذار از خونتون خارج بشن. تو زمانه پیاده روی حتما از قلاده تنی استفاده کنید تا کاملا سگ رو تحت اختیار خودتون داشته باشید.
شماره 4 گریهاوند. شاید فکر کنی که سگای تازی برای راحت زندگی کردن به فضای بزرگی نیاز دارن، ولی خب نه برای این نژاد. معمولا بیشتر وقتشون رو به خوابیدن و استراحت در داخل خونه صرف میکنن. به خاطر اخلاق آروم ملایمشون هم برای آپارتمان نشینی گزینه خوبی هستن. اونا همچنین سگای باهوش و بسیار آموزش پذیر هستن، اما زندگی مستقلی رو هم دوست دارن. شما باید رهبری خودتون رو به محض ورود اونا به خونه تثبیت کنید. این باعث میشه که سگ مطیع‌تر بشه و به حرفتون گوش بده. شماره 3 فرنچ بولداگ. خیلی عجیبه، اونا تو انگلیس پرورش داری میشن، اون وقت اینا فرانسوی هن. یعنی چی؟ What are you doing? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. سگ جمع و جوری با نیاز ورزشی کم، اونا به ندرت هم واق میزنن. این سگا هم دچار اضطراب جدایی میشن، پس حتما هر چند وقت یه بار بیرون ببریدشون که حداقل تو خونه افسردگی نگیرن دیگه. ولی اگه مجبورید که برای یه مدت طولانی برید بیرون، یه نفر رو پیشش بذارید که نترسه و احساس تنهایی نکنه. شماره 2 پاگ. سگی که بهش میگن دلغک. وقتی این سگو داشته باشید میتونن تضمین کنن که تمام روزتون سرگرمی. یه مورد خاصی رو که حتما باید در مورد این نژاد بدونید اینه که اونا خیلی زود گرمازده میشن، چون خیلی زود خسته میشن و به تنفسشون فشار میاد و نفس میزنن و خب نفس کم میارن دیگه. طبیعیه، خب جسه کوچیکی دارن، چون پاهاشون کوچیکه و توی طولانی مدت نمیتونن زیاد بدوئن. اونا ترجیحشون اینه که با خانواده روی کاناپه استراحت بکنن تا اینکه برن پیاده روی. به همین دلیل پاگ‌ها یکی از بهترین گزینه‌ها برای آپارتمان نشینی به حساب میاد. البته از نظر من که بهترین نژاده، ولی خب حالا شما قراره که خیلی دقیق باشیم، مجبوری که شماره 2 بذاریمش. و اما شماره 1 بیشان فریسی. شرط می‌بندم حتی اسمش هم نشنیدید، چون اصلا نژاد معروفی نیستن، ولی چه بخوایم چه نخوایم همه ویژگی ها رو تو خودش داره و بهترین انتخاب برای آپارتمان نشینی همین نژاد بنشن فرسه. نمیدونم اسمش درست گفتم یا نه. حالا جدا از اینکه خوشگلن و بامزه هستن، این سگ نیاز به زمان داره تا جایگاه خودش رو تو خانواده پیدا کنه. کنترل کردن این نژاد خیلی راحته، کار یکی دو روزه است و همچنین بهش یاد بدید که چطور با بچهای کوچیک خانواده رفتار کنه، چون این آموزش برای این نژاد خصوصا خیلی مهمه. و در انتها باید بگم که گایز اینم از ویدیو امروزمون. از اینکه تا آخر ویدیو رو دیدید سپاسگزارم. شما هم نژاد پیشنهادیتون رو برای من توی کامنت ها بنویسید. هر نژادی که به نظرتون برای زندگی آپارتمانی مناسبه. اگه خواستید دلایلتون هم بگید. اگه از این ویدیو لذت بردید لطفاً لایکش کنید و اگر هم علاقه‌مند هستید کانالمون رو هم سابسکرایب کنید. روز خوبی رو داشته باشید رفقا، تا ویدیوی بعد بدرود.